این شامی رودباری به حدی خوشمزه است که دوست داری هر روز امتحانش کنی. به گوشت چرخ کرده، پیاز، سبزیجات معطر و ادویه ها را اضافه می‌کنیم و خوب ورزش میدیم. داخل تابه نصف استکان روغن زیتون و آب رو اضافه می‌کنیم. هر چقدر روغن زیتون بیشتر باشه، شامیمون خوشمزه تر میشه. یه مقدار از مواد شامی رو برمی‌داریم، کف دستمون پهن می‌کنیم و داخل تابه روی هم میچینیم و بهش زمان میدیم تا پخته بشه. بعد از تابه خارج می‌کنیم. برای سس خوشمزه رب، پوره گوجه، ادویه ها و آب انار رو با هم تفت میدیم. بعد شامیا رو داخل این سس میچینیم و میذاریم روی حرارت تا جایی که این سس خوشمزه کاملا به خورد شامی بره. این شامی رودباری در کنار یه برنج کته طعمش فوق‌العاده میشه. فقط کافیه یک بار امتحانش کنید. اون وقت میره تو لیست غذاهای مورد علاقتون. حتما درستش کنید و در کنار خانواده نوش جان کنید.